أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز اگر بگیم شیعیان حقیقی زیدی هستند، غیر حوسی ها زیاد دور نرفتیم نسبت به زمان ما. البته اینا قائل به امامت زید بن علی بن حسین بودند. از جمله مغیریه در میانشون ظهور کرد که به امامت محمد بن عبدالله بن حسن قائل شدند که اون مهدیه. و وقتی که کشته شد گمان کردن که نخیر آقا کشته نشده، این زنده و باز میگرده و دنیا را پر از ادروداد میکنه. و بعدا فرقه غالیه اسماعیلی از میان اینها ظاهر شد که قائل به امامت اسماعیل بن جعفر صادق ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب شدند که مادرشون مفروه بن قاسم بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیقه. و اصحاب جعفر صادق بعد از وفاتش به 6 فرقه تقسیم شدن. چرا اهل سنتی همه فرقه نمیشن؟ چرا در میان حنفی اینطوری، شافعی اینطوری، مالکی اینطوری؟ بلکه اینا باند نیستن، اینا مذهب فقهی هستند، علمی هستند. بر سر خمس و بر سر شهوت دنیا هم دیگر لطپار نکردند و نمی کنند. بعد از وفات امام جعفر صادق باندهایی که دور برش بودند به 6 گروه تقسیم شدند. فرقه ای گفتند که نخیر آقا امام جعفر نمرده، اون مهدیه. فرقه ای گفتند و اینا گمان میکردند که امام جعفر گفته که اگر کله من دیدید که بریده شده پیش شما باور نکنید، من صاحب شمشیرم و بعدا ظهور میکنم. اینا رو ناوسی بهش میگن.